کسی زکات نمیده برادرها. حدیث است 2.5% خواهر و دادر و برادر اکا و فقط بابا ماما اوتا اوچا زن فرزند مسجد نمیشه دیگه. غیر یا یتیم خانه دومستریل اینا کم بغل دادر و خواهر تا کسی 2.5% نمیده. خداوند تعالی او پول میگیره برکت میگیره. نه که کسی داد مالش زیاد میشه. بعد کسی نتا روسی داره روسی نمیده، دلار داره دلار نمیده، یورو داره یورو نمیده، تیلو داره تیلو نمیده، بقا داره بقا نمیده، گوسفند داره نمیده، ماشین بیزنس ای نمیده، خانه بیزنس ای نمیده، مغازینچی ای مالش نمیده. فردا روز قیامت منتظر باشد در قبرش یک موری یک چشم داره میگه. دندانش اینقدر کلانه نام مور زبزبه، اینقدر موری گنده که ایجا گاز میگیره ایجا گاز میگیره. هر یک گاز دیدن ده اینقدر درد داره سرش میکنی. میگه من نمیرم. میگه چی به نمیره یوخی؟ میگه من همون یورو و دلارا و رسیسکیاتم هم پولاتم که در تیلاتم که در سیف محکم کده بودی همو بود قطی مرا بجا میکردی همونجا او را هیچ کده نمیدونی. همونجا من قطیتم همونجا هم قطیتم میجدم قطیتم همونجا که میدودی من میرفتم. برای همین شاعر میگه با این اعمالی که تو داری بهش میطلبی بهش منزل پرهیزگار خواهد بود. ذره ذره حلال حساب خواهد شد، قطره قطره حرام شمار خواهد شد. بس امیری که اونجا فقیر خواهد شد، بس پیاده اونجا سوار خواهد شد. زکات مال بده، مال خود حرام مکن، زیرا که مال حرام تو در قبر مار خواهد بود. زکات مال بده، مال خود حرام مکن، زیرا که مال حرام تو مار خواهد بود. از خدا نمی ترسی گناه میکنی، بترس از خدا که حساب خدا سخت خواهد بود. در چمن روزگار اگر همچون گلی دمیده در سر خاک تو خار خواهد بود.